فرصت نداریم تو سوالا رو بفرست بیار همونجا به صفشون کن پشت تریبون سوال کنم بینم. سوال اول هل حضر هذا الاحتمال في مسودة أو في وثيقة هذه موضوع تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مطرح شده. به نظر شما یا تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران جدی است؟ نه خیر، شوخیه. هذا شوخی بالمنطقه بدجور. قال مرحوم ابوی دائما بزن بهادر. قلت نعم. باقی شو عقول فارسی که اعضای کنفرانس بین المللی هم بتونن بفهمن. یکی همچین زد تو گوش مشنگه که دور سرش همینجوری ستاره ها میچرخیدن و بلبلا سوت میزدن. مشنگه گفت نفهمیدم شوخی کردی یا جدی بود؟ طرف گفتش خیلی هم جدی بود. مشنگه گفت شانس آوردی چون من با کسی شوخی ندارم. خانوم تو از وضع بنی فقیمش که خبر نداری. اونور حلب رو گرفتن، هلیکوپترهای بشار رو همینجوری رو آسمون و رو زمین میذارن عید برگ خزون پک و پا میکنن این طرف اون طرف. اونور مالکی تیغ استیزا بالا سر، اوضاع داخلی داغون، حمایت خارجی متسلسل، یقش هم گرفتن سر قاچاقایی که برای مقام عضو کرده، یعنی چارچخ هوا شاسی جا خورده باشر سرسیلن سوزونده، تازه کلاجش هم میگن که بو میده. حالا شما میگی جدیه؟ نفر بعد خانم زهرا صبحانی از نشریه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، بعد از ایشون هم آقای کاظمی از پرس تیوی. وقت نداریم دیگه، از اون یارو به بعد، اون یارو که اونجا وایساده به بعد دیگه به کسی نمیرسه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت نونوایی گفت نون کمه بی خودی وای نسید، از اون آقا به بعد نون نمیرسه. مشنگم به همه میگفت پشت من به کسی نون نمیرسه، بیاین برین جلو من وایسین که نون بتونی بخری. به هر حال نفر بعدی بگو ببینم چی میگه. با سلام و عرض خسته نباشید. من خیلی خوشحالم که این رویداد مهم بین المللی داره برگزار میشه. شما به این کارا کار نداشته باش، شما اون متنی رو که برات نوشتم بخون. من زهرا صبحانی فرزند شهید جواد صبحانی، خواهر شهید حسن صبحانی قربانیان ترور، به عنوان خبرنگار نشریه انجمن مبارزه با مفاسد تروریسم از که رفوزه شدی خانم. متنو که نوشتن دادن دستت، 2 روزم که تمرین کردی، آخرش اسم این روزنامه‌ای که قرار بود بگی خبرنگارشی یاد نگرفتی. الحق که بسیج معدن هوش و استعداده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض کردم بله، میفهموندن که یارو سواد نداشت، الکی روزنامه گرفته بود دستش افه بیاد. گفتن چه خبر؟ گفت هیچی، این کامیونه که عکسش اینجا انداخته چپ کرده. روزنامه گرفتن برای چرخوندن، گفتن سرتگ گرفتی، کامیونه چپ نکرده. آقا اون سوالا به چرخون بده دست ایشون. اصلا نمیخواد از رو بخونی، خراب میکنی. از اون توجیهی که کردنت هر چی یادت مونده یه سوالی بکن. این سوالو داریم که آیا در این بیانیه‌ای که تهیه شده آیا راه‌های اجرایی اون بهش پرداخته شده؟ نه خیر، راجع به راه‌های مقابله با تروریسم مگه عقلمون کمه که وارد بشیم؟ 700 خورده این ماده تدوین کردیم، یک اقدام عملی توش نیاوردیم. خودش هنره، چون بعضیا که به عنوان مهمون ویژه آوردیم اینجا خودشون این کارن. نوری بالکی هم که از زمان پادگان غیور تو این کاره بوده تا همین الان که دادگاه اسپانیا باهاش کار فوری داره. یه مقدار وضعیتش کشمکشیه. باقی کشورام که کارمند دونپایه فرستادن. اگه اینا رو هم نیاریم دیگه رئیس کشور نمیمونه برامون. حالا که آوردیم که نباید بدیمشون دم تیغ. کارهای خودمون هم هست دیگه، تو بلغارستان و یمن و هند و مصر و تایلند و این حرفا. اون 48 سوریه رو گفتیم زائرن. ترکیه رو چی بگیم؟ 11 نفر بگیم تیم فوتبال بودن دنبال باشگاه فررباغچه میگشتن باهاش مسابقه بدن. دنده رو چاک کن برو سر سوال بعدی. والله نه قربونت، حق تقدم که به سن و سال نیست. سر چهارراه حق تقدم با ماشین کهنه‌تر نیست. کامیون به سواری حق تقدم داره. کامیون بپرس. امیر مهدی کاظمی from Press TV. چه مسیری رو ایران اتخاذ خواهد کرد؟ مسیر یک طرفه ورود ممنوع. ناکس اسمش امیر مهدیه، حالا واسه ما خارجکی سوال میکنه. Yes, sit down please. Sit down please. This is Windows XP. This is chairman. یعنی صندلی منه. You are wall.
چی؟ وال میشه دیوار؟ نه خیر، منظور من دیوار نبود، همون وال گندهه که تو آبه. You are وال موبیدیک، you are موبیدیک. ولی گوره هیکلتو نخور، نمره عقل و شعورت تک رقمیه. از اولش هم سوال درست حسابی معلوم بود که نداری. تو چشم هم چشمی با اون خانومه اومدی پشت تیری بود. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که شوته نون سنگک خریده بود دستش، داشت از جلو لواشی رد میشد، دید نونا دارن تو دستگاه میچرخن، گفت آقا تو رو خدا بذار این سنگک منم یه دور سوار شه. آقا ایشون دیگه سواریشو کرد، دورش هم زد دیگه با این دستگاه. حالا ببرینش یه کت سایز خودش هم براش پیدا بکنی. بریم سر سوال بعدی. عرض کنم که همونطوری که جنابعالی آگاه هستید، اخیراً آقای بروجردی با هیئت همراه به سوریه مسافرت کردند و با آقای بشار اسد ملاقات و مذاکراتی داشتند. صاحب نظران و اصحاب رسانه معتقدند و این سوال براشون پیش آمده که در این موقعیت اگر چنانچه آقای بشار اسد به ایران مسافرت می کردند و در این کنفرانس و اجلاس خیلی مهم نقطه نظرات خودشون را ابراز می کردند، آیا بهتر نبود؟ آیا به نظر حضرت عالی وخامت اوضاع سوریه باعث شده یا دلیل دیگری ایشان نتوانستند در این اجلاس شرکت بکنن؟ لطفاً هر توضیحی به نظرتون میرسه بفرمایید، ممنون میشم. شما بپا نچایی با این همه دید استراتژیکی که داره ازت میریزه. بشار بیاد اینجا بعدش میتونه برگرده. الان که خودش اونجاست این رادیاتور سوراخ داره همینجوری ازش میریزه. حالا ول کنه بیاد اینجا. آقا رو خیابون یه طرفه است، ما داریم میفرستیم اونور که نگرش دارن. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو شوته داشت تو خیابون یه طرفه میره. پلیس گفت اوی کجا میری؟ گفت دیگه مهم نیست کجا برم چون همه دارن برمیگردن. جمع کنیم بیرم با این سوالاتون. از خود کنفرانس چه خیری دیدیم که از این کنفرانس خبری کناریش بخوایم ببینیم. جمع کنیم با این سوالاتون. کاسه گوزه رو جمع کنیم بریم.